سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به اولین ویدیوی آموزشی توی ICT فارسی. سعی میکنم توی این کانال بهتون آموزش بدم که چطور میتونید از کانسپت ICT استفاده کنید و چطور میتونید که مارکت رو بهتر متوجه بشید. خب میخوام توی این ویدیو براتون توضیح بدم که مارکت چجوری حرکت میکنه و منظورمون از مارکت استراکچر چیه. خب یه توضیح کوتاه براتون بدم. سعی کردم لیکویدیتی رو براتون توضیح بدم، مبحثی که خیلی مهم هست. نقدینگی میگن توی فارسی، ولی من چون همه رو انگلیسی یاد گرفتم با تو انگلیسی صحبت میکنم. انگلیسی صحبت نمیکنم، براتون انگلیسی اون کلمه ها رو میگم. خب ICT به ما میگه که مارکت اگه سعودی باشه به این شکل قبل بیرون بود. خب ICT به ما میگه که روند بازار اگه سعودی باشه به این شکل حرکت میکنه، اگه نزولی باشه هم به همین شکل به سمت پایین براتون میشه. اگر هم نزولی باشه به این شکل حرکت میکنه. هیچ وقت مارکت به این شکل حرکت نمیکنه یا به این شکل حرکت نمیکنه. همیشه حرکت میکنه، استراحت میکنه، پول بک میخوره و باز هم حرکتش رو ادامه میده. حرکت، استراحت، حرکت، استراحت، پول بک، استراحت، حرکت، استراحت، پول بک، همین رو ادامه میده. مارکت به این شکل حرکت میکنه. ما وقتی میگیم مارکت استراکچر، منظورمون دقیقا این سقف ها و کف هایی است که توی مارکت تشکیل میشه. اگه شما روی چارت نگاه کنید، یه تمرین بهتون میدم که اینا حتما انجام بدید. اگه روی چارت نگاه کنید، اینجا میتونید سقف و کف ها رو پیدا کنید، جاهایی که به شما کمک میکنه ترید بکنید. از این کف اگه در نظر بگیریم، مارکت حرکت کرده، پول بک زده، حرکت کرده، پول بک زده، حرکت، پول بک، حرکت، پول بک، حرکت، پول بک، حرکت. خب شاید پیش خودتون بگین که الان من اینو چجوری تشخیص بدم. خب ببینید، شما آخرین کفی که اتفاق افتاده رو مثلا اینجا رو در نظر بگیرید. اینو من خاموش کنم. اینجا رو در نظر بگیرید. آخرین کفی که اتفاق افتاده اینجا بوده. اگه اینا رو در نظر نگیریم هیچ کدوم، آخرین سقفی که اتفاق افتاده اینجا بوده. هر چیزی خارج از این سقف و خارج از این کف اتفاق بیفته استراکچر بعدی هستش. خارج از این سقف اتفاق افتاده ولی خارج از این کف اتفاقی نیفتاده. پس ما به این صورت ما تشخیص میدیم که مارکتمون سعودی هستش. اگه روی این الگو بخوام به شما نشون بدم، ببینید این آخرین سقفه. اوکی، این آخرین کفه. هر چیزی در داخل این اتفاق بیفته اصلا برای ما استراکچر محسوب نمیشه. هر چیزی این داخل اتفاق بیفته هیچ استراکچری برای ما محسوب نمیشه. اصلا یه دونه جدید براتون بکشم. این سقف ماست و کف ماست. اوکی، این سقف ما، اینجا هم کف ما. هر چیزی که اینجا اتفاق بیفته هیچ معنی برای ما نداره تا موقعی که این سقف رو بشکنه.
اون موقع این میشه سقف جدید برای ما و اینجا میشه کف جدید. اگه مارکت، خب من دور میام تکون خورد و نگاه کردم اوکی بود. اگه مارکت سعودی باشه، بعد از اینکه سقف ما رو شکست، این میشه کف جدید. تا موقعی که سقف رو نشکسته ما هنوز کفی نداریم. تا موقعی که اینجا باشه، حتی اینجا قرار بگیره، ما هیچ کفی نداریم. حتی تا اینجا هم بیاد هنوز ما مارکت استراکچرمون این دوتاست تا موقعی که بشکنه. این در مورد روند صعودیه. همین اتفاق رو برای روند نزولی در نظر بگیرید. اگر مارکت بیاد این کف رو بشکنه، اون موقع این میشه سقف ما، پس این میشه کف جدید ما. اوکی؟ همین روند رو برعکسش کنیم برای نزولی هم میتونه استفاده کنیم. خب این به چه درد ما میخوره؟ اوکی، ما به وسیله مارکت استراکچر میتونیم بفهمیم که روند بازار چی از و چه اتفاقی قرار هستش بیفته. بر فرض مثال من اینجا روی چارت به شما نشون نمیدم، چون که ممکنه خیلی از شما تازه وارد ترید شده باشید و هنوز درست متوجه نشید منظور من دقیقا چی هستش. برای همین با سعی میکنم اینجا بهتون نشون بدم که منظورم دقیقا چی هستش. ببین، شما مارکت سعودی هست، داره به سمت بالا حرکت میکنه. شما منتظر میمونید که مارکت تغییر روند بده. شما برای اینکه فرض رو بر این میگیریم الان مارکت سعودی بوده و این اتفاق اینجا افتاده. شما اگه مارکت استراکچر رو خوب متوجه شده باشید، الان متوجه میشید که این دیگه، اگه اینو اینجا در نظر بگیریم، این یه دونه شکست روند شاید بهش بگن، توی انگلیسی بهش میگن مارکت شیفت اتفاق افتاده و دیگه مارکت سعودی نیست، مارکت به سمت پایین داره حرکت میکنه. برای همین این به شما کمک میکنه، مارکت استراکچر به شما کمک میکنه که بتونید روی پول بک ها ترید بگیرید یا نقطه ورودتون رو به وسیله مارکت استراکچر پیدا کنید. مثلا ما اینو در نظر میگیریم که اینجا، اگه من اینو بکنم 15 دقیقه، ما در نظر میگیریم که اینجا یه سقف هست، یه کف هست ببخشید، و یه دونه هم سقف هست. اوکی، ما در نظر میگیریم که بریم روی 5 دقیقه. اوکی، ما اینو در نظر میگیریم که ما میخوایم از اینجا ترید بزنیم تا پایین، یعنی میخوایم از این نقطه سقف بفروشیم. معمولا روی نقطه سقف میفروشن تا پایین. البته من خودم به سقف و کف زیاد اعتقادی ندارم. من استراتژی من کامل بر مبحث لیکویدیتی و نقدینگی هست که حالا بیشتر براتون توضیح میدم. ولی برای اینکه لیکویدیتی رو متوجه بشین باید مارکت استراکچر رو یاد بگیرید. خب ما اینو در نظر میگیریم که اوکی، فرض رو بر این میگیریم که مارکت اینجا حرکتش رو به سمت بالا انجام داده، پول بک زده، پول بک بعدی و اینجا مارکت شیفت اتفاق افتاده. اگه ما این رو کف در نظر بگیریم و این رو سقف در نظر بگیریم و اتفاقی که افتاده مارکت شیفت اینجا اتفاق افتاده، اوکی، پس ما میتونیم اینو در نظر بگیریم که اوکی، این مارکت شیفت اینجا اتفاق افتاده، احتمال زیاد این روند از حالت صعودی به نزولی تغییر میکنه و تارگت اون میتونه کف بعدی باشه. اوکی، این موضوعی است که شما میتونید از طریق مارکت استراکچر متوجهش بشید. این مارکت استراکچر خیلی کارایی داره برای شما.
حتما یادش بگیرید. برای تمرینش هم من بهتون پیشنهاد میکنم. شما میتونید ببینید از این قلم استفاده کنید. اینجا آخرین کف ما بوده و آخرین سقفمون، اگه اینو در نظر بگیرید. بین این هر اتفاقی افتاده نویز هست. وقتی کف رو تشخیص میدید که اول سقف رو تشکیل داده باشه. سقف تشکیل شده، کف سقف میشه اینجا سقفی، ببینید دقیقا این نقطه سقفی اتفاق نیفتاده، پس سقف ما میشه این یکی. اینجا سقف شکل گرفته. کفش کجاست؟ پایین ترین نقطه این استراکچر. بعدی رو همینطور مشخص کنید. سقف رو شکسته تا کجا؟ تا زمانی که پول بک اتفاق افتاده. کف این موضوع کجاست؟ اینجاست. همینطور اینو ادامه میدید. سقف شکل گرفته، کف سقف اینجاست. هر چیزی که داخل اینه نویزه. ببینید اینجا رو، نویز، اینا همش نویزه. این در مورد مارکت استراکچر. توی ویدیوهای بعدی میخوام در مورد این مارکت استراکچر بیشتر براتون توضیح بدم. حتما کانال رو دنبال کنید. مطمئن باشید آخر این ویدیوها کلا میفهمید حرکت بعدی مارکت چی هستش. شاید الان براتون یه خورده گیج کننده باشه یا اصلا متوجه نشدید من چی گفتم، ولی تنها روشی که میتونید مارکت رو خیلی خوب یاد بگیرید این هستش که از پایه شروع کنید. مارکت استراکچر رو یاد بگیرید. اگر میخواید به وسیله ICT روی این کانسپت، یعنی میخواید ترید رو یاد بگیرید، که به نظر من بهترین هست، چون برای هر کدوم از اینها، هر کدوم از این موومنت ها یا هر کدوم از این کندل ها یه توضیحی داره. نه اینکه شما میخواین همه رو یاد بگیرید. منظور من این هستش که یه قانونی پشت این هست که اینو برای شما مفهومی میکنه. مثلا اینکه اینجا الان پول بک میخوره یا نمیخوره، اینو برای شما مفهومش رو به شما توضیح میده. پس به نظر من اگه تازه ترید رو شروع کردی، حتما هر روشی هم میخوای دنبال کنی، نمیدونم حالا من روش های دیگر رو مثلا میان من دقیق نمیدونم، ولی مثلا ترند لاین میکشن یا مثلا از اینجا به اینجا هر وقت اینو شکست این اتفاق میفته. هر روشی رو بخواید دنبال کنید شما میتونید بالاخره از توی مارکت کسب درآمد کنید، ولی اون چیزی برای شما جالب تر میشه که مفهوم پشتش رو متوجه بشید. برام کامنت بذارید اگه این ویدیو رو دیدین و اگه دوست داشتین. اگه دیدین جایش کمی توضیح دادم یا جوری توضیح دادم که متوجه نشده بهم بگید تا بتونم بهترش کنم. مرسی که با من هستید. فعلا خدا نگهدار.